روزنامه کردستان یا یک ماه چلای سال 2023 به هر دو زمان عربی و کردی هاتا بلاف کرن و نهال بردستی خوی نرانه. بشه عربی جه 16 روپلان پیکته و ده روپلا یکه ده نامه سروک مسعود بارزانی به بونه سرسال نو آراسته مالباتین شهیدان و پیشمرگین قهرمان و ولاتین کردستان و عراق و جهان کرد. انجمن نشتمانی کرد لسوریه دا خواست جرائع گشتی و حفمنان نف دولتی کرد کو فشاری بهتر لپیده بکد دا کو درگه انسی مالکا تیخ خدمت گل دوره. هر وها گرتنا هر دو اندام پارتیا دموکرات کردستان سوریا حسین سلیمان اندام کمیتا ناوندیا پدکسه و بلند ملا اسماعیل اندام کمیتا حریمی شرمزار کرد. ده روپالا یکمین دا انا کسی کشتنا پارزر لقمان حنان لعفرنی بتوندی شرمزار کرد. ده روپالا دوامین دا شاندک پارتیا دموکرات کردستان سوریا به سروکتی دکتر عبدالحکیم بشار سردانا اوفیسا پارتیا ترکمان عراق کرد پیروز باهیا وان به بونه درباس بونه 35 سالان لسر دامزرندنا پارتیا ترکمانی عراق کرد. ده همان روپالا دا پارتیا دموکرات کردستان سوریا پدکسی پیروز باهیا پارتیا یکیتی کردستانی سوریا به بونه بداویانینا کنگره خواه نهان کرد. هر وها انا کسی تاوانا کو در حق کردان لفرانسا هاتا انجامدان شرمزار کرد و داخواست جرونده کردی کرد کو پابند بن بیاساین مافین مروفن و نیزکی مال و ملکین سیویلان نبن. هر وها شاندک پارتیا دموکرات کردستان سوریا سردان اوفیس نشتمانی یا کردستانی عراق کرد. چالاکین انا کسی لهندر و دروا و چالاکین پارتیا دموکرات کردستان سوریا هاتنا بلاف کرن و reportajek بناوی پیوستا به هلوست و آرمانج و برجواندی پیش روجه یا کردان هاتا بلاف کرن و تیدا نیرینین جدا جدا یعنی چند سیاست مداران هاتنا وشاندن. هر وها چند گوتار سیاسی و جواکی و هلوست هاتنا بلاف کرن و در روپلا داویدا و لگوری راپورتا نوچه گیهانین بیسینور و دی 20 سالن بوریدا 1700 روزنامه‌وان هاتنه کشتن. بشه زمان کردیج 4 روپلان پیکته و در روپلا یکمین دا رواندنا اندامن پدکسه و انکسه بینگاوین حولن یک ریزا کردی تک دده. در روپلا دوامین دا بحثا ریگیرا لسرکرده انکسه در درگه سمال کراهاتا کرن. در روپلا سیامین دا بحثا باشبونا پیوندی رژیم اسد و ترکیه و باندورا خالد دورا کردی دکه و حولن بردوامین قصده جه درس کرنا بحانه جه ترکی را دا کوئی ارشی دورا کردی بکه.